اینجا رادیو ناتیلوس، صدای ما را از جزیره اسرارآمیز میشنوید. بعدم چند تا کارم قبل از انقلاب با در واقع استاد فریبرز لاچینی داشتیم که خود به مقطع انقلاب یعنی ضبط شده بود. قرار بود به صورت آلبوم منتشر شه یا نه؟ والا قرار بود به صورت آلبوم منتشر بشه که اینو من تو خونه خود آقای لاچینی خوندم. همه استودیویی نیست این کارو. اینا یه میکروفون بعد خودشون تنظیم با همشون سینتزایزر اینا بود یا نه؟ نه ضبط ارکستریشو استودیو پاپ کرد. آندرانیک نونو بود و یادم آرنیک بود، وانیک بود. بعد بر اینا رو همه رو اون زمان بسته پرکاشناش و روبرت بود. اینا همه الان یه سرشون هستن. بشکنه دستی که یک روز بر تنم رخت سفردون، اون که دنیا رو نشون داد چشم دیدار مرا سود، اون که در آغاز راهم قصه دلبستگی گفت بی خبر مثل خود من از زبان خستگی گفت. پشت هر لبخند معصوم زهر نفرت بود و نیرنگ، اون بره آینه حتی سنگ شب بود و شب سنگ. در عزای خود نشستی، قصه بیهودگی بود هرچه بستیم و شکستی، بودن بی حاصل ما مثل خواب بچه ها بود، لحظه بیداری ما مثل مردن بی صدا بود. پشت هر لبخند معصوم زهر نفرت بود و نیرنگ، اون بره آینه حتی سنگ شب بود و شب سنگ. شدن بود وقتی که دردو شناختم، لحظه آغاز من بود. با دروغ دل سپردن در عزای خود نشستی، قصه بیهودگی بود هرچه بستیم و شکستی. پشت هر لبخند معصوم زهر نفرت بود و نیرنگ، اون بره آینه حتی سنگ شب بود و شب سنگ.